سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم همیشه حالتون عالی باشه. با حواس پنجگانه در زبان ترکی استانبولی در خدمتتون هستم. قبل هر چیزی لایک و سابسکرایب یادت نره که به حمایتت نیاز داریم. خب بریم که بخونیم. گرمک یعنی دیدن. گرمک یعنی دیدن. مثال رو نگاه کن. Ben her şeyi iyi görüyorum. Ben یعنی من، هر یعنی هر، شی به معنی چیز. آیه با نقطه پسوند راه هست. ای یعنی خوب، görüyorum. görmek به معنی دیدن. uyur پسوند زمان حاله یعنی میبینم. اومم پسوند فاعلی یا پسوند هست یا است برای شخص، حالا بن هستش. پسوندهای فاعلی معنی هست یا است میدن در کل به جمله. پس نگاه کن، میگه بن هر شی ای görüyorum. من همه چیزو خوب میبینم. پس گرمک یعنی دیدن. بریم سراغ بعدیش. خب مورد بعدی مزه کردن. تاتماک به معنی مزه کردن. خب چشیدن، حالا مزه کردن. مثالش نگاه کن. Ben yemek tatmağı çok seviyorum. خیلی دوست دارم. Ben یعنی من، yemek یعنی غذا. yemek یعنی غذا خوردن. tatmak به معنی مزه کردن دیگه. نگاه کن، اگه آخر یک کلمه‌ای به حرف کا ختم شده باشه، بعدش حروف صدادار بیاد، اون کا تبدیل به گی نرم میشه. خب گی که سرش کلاه داره. تاتما یعنی مزه کردن. را چوک یعنی خیلی. سویوروم سومک یعنی دوست داشتن. ایور پسوند زمان حال. اومم پسوند فاعلی برای شخص بن هستش باز، یعنی دوست دارم من. پس تاتماک یعنی مزه کردن. بریم سراغ مورد بعدی. دویماک به معنی شنیدن. مثال رو نگاه کن. Ben çok iyi duyuyorum. Ben یعنی من، çok یعنی خیلی، خیلی زیاد میگه. حالا iyi یعنی خوب. duyuyorum duymak یعنی شنیدن. uyur پسوند زمان حاله. اومم پسوند فاعلی برای شخص بن هستش. حالا پسوندهای فاعلی معنیه، حالا جملات اسمی هستن که معنی هست و است میدن. پس duymak یعنی شنیدن. بریم مورد بعدی. koklamak یعنی بو کردن. مثلا نگاه کن. Ben گفته حالا bebeğin koklamasını çok seviyorum. Ben یعنی من، bebeğin ببک به معنی حالا بچه است. نگاه کن اینجا آخرش کا بود، تبدیل به گی نرم شد چون حرف بعدیش صدا داره. koklamasını koklamak یعنی بو کردن. koklamasını بو کردنش را. çok یعنی خیلی. seviyorum sevmek دوست داشتن. یور پسوند زمان حال. اومم پسوند فاعلی برای شخص بن. بریم بعدیش. مورد بعدی نوشته dokunmak یعنی لمس کردن. نگاه کن، میگم senin arkadaşın her şeye izinsiz dokunuyor. پس شد senin arkadaşın، sen یعنی تو. senin arkadaşın دوست تو، هر شیء به هر چیزی، شی به معنی چیز، پسوند به هست. izinsiz بدون اجازه. ایزین اجازه، سیز پسوند منفی کننده. izinsiz بدون اجازه. در ادامه گفته dokunuyor. dokunmak یعنی حالا لمس کردن. حالا خب این معنی رو میده. خب درسمون تو همینجا باشه. حتما نکات گفته شده رو کامل بخونید و هر کجا هر سوالی داشتید ازم حالا بپرسید. حتمی هم لایک و سابسکرایب یادتون نره که ما به حمایت شما نیاز داریم.